बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेम तरफ है बहुत ज़्यादा बेस कनेक्टिविटी ده ما إلى شروع میکردیم. خب بعض مثالا رو ما کار کردیم. ما در دیزاین بعض تکست باکس ها رو ساختیم، یک بتن ساختیم. وقتی که بالای بتن کلیک میشد یک ایونت چی میشد؟ فایر میشد، یعنی اجرا میشد. سیستا یک کار اجرا میکرد. خود اینمی یک فکر کن یک فانکشن یا میتود کال میشه وقتی که بالای کلیک میشه. سیستا ایونت به چی معنی؟ که یوزر چه کنه که یک کار اجرا شود، یعنی کلیک میکنه باز یک کار اجرا میکنه. درست است؟ دو تکست باکس ها رو ما ساختیم اینجا. دایی ما قیمت میدادیم، دایی هم قیمت میدادیم. وقتی که لاگین کلیک میشد هر دو جمع میشدن، هر دو اعداد. خب به خاطر از اینکه این اعداد بودن، هر دو اعداد ما چه کردیم؟ کنورت میکردیم د استرینگ د انتیجر، و پس از انتیجر د اوا استرینگ هم میتونیم شما رو کنورت کنیم. اگر شما به طور مثال چیزا بگیرین، دبل بگیرین، دبل، درست است؟ دبل و اینجا ما یک قیمت میگیرم، به طور مثال نمبر میگیرم. نمبر مساوی با txt یک بود دات get text. اینو تو میگرفتیم. این به شکل تکست میگیره. این باید کنورت شود در کجا؟ در چی کنورت شود؟ در string باید تغییر شود. بین string کلاس بود دات چی بود بعد از اون؟ value of. value of باز نام وریبل ما نمبر است، یعنی نمبر وریبل که در شکل تکست قیمت میگیره او را در string تغییر میدیم. خلاص و مستقیما میتونین امیرا بگیرین، این امیرا بین داخل اینمی قوسا برش اضافه کنین. خلاص حال بین اینمی جا اینمی نمبر را دلیت میکنم، نمبر دلیت شد، امیرا هم دلیت کنم. حال پس بین دبل بگیرین، دبل and نمبر مساوی با اینمی string dot value of txt dot get text. خب این را باید چی تغییر داده شود؟ این خود string بود، باید چی تغییر شود؟ در دبل باید تغییر شود. نه نشته میکنم کلاس دبل، کلاس دبل دات پارس دبل. اینه میشه، یعنی در string میگیره از تک باکس قیمت میآید به شکل تکست میآید، به شکل string میآید که او را ما تغییر میدیم در دبل. دبل که تغییر شد کلاس دبل دات پارس دبل این میتود است. در txt1 دات get text که میگیره قیمت در دبل تغییر میده و پس ذخیره میشه در نمبر. درست است؟ مشکل خو نیست. در انتیجر چطور تغییر میدادیم؟ integer dot parse int این میتود. درست است؟ وقتی که اگر عددش ما تغییر میدیم در string باز چی میکنیم؟ کلاس string dot parse int چی نوشته میشه؟ value of. اینجا value of هست، parse نیست. باز سیستا امی تکست باکس هم میگیرین، هر چیزی که میگیرین او را تغییر میده در string. مشکل خو نیست دی. خب پس بیاین طرفی که ما شروع کرده بودیم درس ما خود ما را در کجا بود؟ این همینجا بود. نه اینجا دی بی سی رو ما دیسکس میکردیم، شاید اینجا باشه. این همی بود. درست؟ ما را خانم که جاوا را فرند اند که میسازیم از طریق جی دی بی سی یک ای پی آی است. مجموعه کلاس ها را ما یا انترفیسز ما چی میگیم؟ ای پی آی میگیم، اپلیکیشن پروگرام اینترفیس. جی دی بی سی خودش یک اینترفیس است. اول باید درایور لود شود تا که اگر خواسته باشین فرند اند با بک اند وصل کنین به دیتابیس، اول درایور را لود میکنین بیاین که لود کنین. درست؟ بیاین در جاوا به خاطر لود کردن شما یک لایبرری لود میکنین. در اصل چی را لود میکنین؟ یک لایبرری لود میکنین. یعنی اینمی کدام وقت کانکشن ساخته میشه؟ وقتی که بالای اینمی لاگین بتن کلیک شد. نام چیست؟ اینجا براتون نشان میده btn لاگین. نام از او معلوم است، از اون معلوم است. change variable name txt1 و نام از او change variable name txt2. درست است؟ بین امو مکمل سفر ما اینی فرند اند با بک اند وصل کنیم. درست است؟ و چی وصل کردیم؟ با بک اند. اول چی کار میکنین؟ بین امو ایونت بسازین. به طور مثال باز اثر براتون میگم، اینمی که دبل اینمی که کلیک شد یک کار اجرا کنه، کانکشن هم ساخته شود، درایور لود شود، کانکشن ساخته شود، استیتمنت برش رای شود. صحیح است؟ یعنی کریت استیتمنت شود با دیتابیس، پس اون ریزالت هم برای ما نشان بده. این تو برات میگم. خواه یوزر نیمی که شما در اینجا نوشته میکنین در این تکست باکس ها و پسوردی که نوشته میکنین، امی هر دو را که شما نوشته کردین هر دو را مقایسه کنه با دیتابیس که دیتابیس چی ذخیره شده، با اون شکل براتون نشان مقایسه کنه. باید امی یوزر نیم که ما نوشته کردیم و پسورد
این باید اول به دیتابیس وصل شود. وصل که شد امون قیمت ها را بگیره مقایسه کنه با اون تیبلی که جایی که نمیجا به نام احمد و اینمی پاسورد و امین و اون پاسورد در اونجا که ذخیره شده و اون مقایسه کنه باید. درست است؟ اول شما یک دیتابیس باید داشته باشین. فرند اند خود دارین، پاسورد هم دارین اینجا، یوزرنیم اند پاسورد. ولی یک دیتابیس باید بسازین. داخل دیتابیس یک تیبل باشه به نام یوزرز، در اونجا یوزرنیم باشه و پاسورد باشه. درست؟ حالا که ما کلیک میکنم این خب وصل نشده. درست؟ چطور وصل کنیم میرا؟ بین داخل کودتان. چی میکنم؟ اینو اینجا برش میگم که درایور باید لود شود. چطور لود میشه؟ یک درایور از به نام اینو اینجا براتون نشان میدم. اینو اینجا. اینمی کلاس main.java در کدام پکیج است؟ در کدام پروژکت است؟ هاسپیتال. در کدام پکیج است؟ هاسپیتال است. درست؟ امیر ما با اینمی را ما انتخاب میکنم. اینمی پکیج هاسپیتال. بالا زو رایت کلیک کنیم. رایت کلیک و بیاین در کجا؟ سوری بالای پروژکت رایت کلیک کنین و بیاین در پراپرتیز. اول امو درایور را لود میکنم. امو یک لایبرری است. درایور چی است؟ درایور یعنی پروگرام یا سافتویر که به خاطر وصل کردن ارتباط دادن فرانت اند با بک اند استفاده میشه. بالای پروژکت رایت کلیک کنین جایی که main.java است. بالای پروژکت رایت کلیک پراپرتیز. پراپرتیز که آمده خب پکیج فولدری چیزا نشانه میده. بین نمیده زیاد چیزا هستن. ما انتخاب میکنیم لایبرریز. یک لایبرری است به خاطر کانکتیویتی از استفاده میشه. compile time libraries صحیح است؟ آره add project add library add jar folder اولش میگم add library. مولا کلیک کنین تمام لایبرری در اینجا موجود است. کدام لایبرری که در اونجا درایور موجود است. درست است؟ آله ببینید کدام درایور یعنی کدام لایبرری ما اد کنیم. ببینید اگر شما جاوا و مای سیکوئل کانکتیویتی را وجود میارین باید خود چرا وجود بیارین اینمی را انتخاب کنین. درست؟ کدام لایبرری انتخاب میکنم؟ ما میگم که از طریق درایور JDBC را لود کن. خب که به خاطر چی هستم؟ به خاطر مای سیکوئل است. یا کوشش کنین اینمی را کانسل کنم. اد لایبرری ام نوشته کنین. ام انتخاب کنین. تمام ام که با ام شروع میشه باید بیاره. اینمی ام است نه؟ ما ام وای نوشته کنین نمی آمده. ام وای مای سیکوئل. امیر اد کنین شما. در اینجا چی هستن؟ درایور هستن. در اصل درایور چی ساخته شده؟ از کلاس ها ساخته شده. کلاس های بلتن هستن. درست؟ این اینجا ما اد لایبرری میگم برش آمد در اینجا. حالی را چی میکنم؟ اوکی میکنم. این نمی پروژه که است داخل از هر کلاس که خواسته باشین وصل کرده میتونین امرای دیتابیس. لود شد درایورز. که لود شد حالی چه کنیم؟ حالی اینجا باید او را چه کنیم؟ او خو لایبرری اد شد که استفاده خو نشده. حالی بیان که استفاده کنیم. به خاطر لود کردن درایور شما از چی استفاده میکنین؟ کلاس دات فور نیم. خود کلاس یک کلاس است. فور نیم میتود است که به خاطر لود کردن درایور از استفاده میشه. درست است؟ لود کردن درایور چی میشه؟ از اینمی کلاس و از این میتود چی میشه؟ استفاده میشه. خودتان براتون میگه اینمی جا که شما نوشته میکنین dot for name. اینمی for name چی میگه؟ public static class for name string class name throws. خب باز میگه returns the class object associated with the class or interface with the given string name. Invoking this method is equivalent to class.forName class name true current current loader. ببینید چی نوشته شده؟ current loader denotes the defining class loader of the current class. امو درایور چی میکنه؟ لود میکنه. مشخص کننده معرفی میکنه امو درایور. صحیح است؟ حالی را ما انتخاب میکنم. درست است؟ همین ما چی میکنم؟ انتخاب. حالا بین اینجا برش میگم چی نوشته شود؟ دبل کوتیشن هم بگیرین. ایرا ما پرامیترز میتمالی. حالا چی نوشته میشه؟ کام دات. صحیح است؟ مای سیکوئل. با مای سیکوئل چی میکنم؟ درایور به خاطر از لود میکنم. از طریق چی؟ از طریق JDBC dot Java database connectivity. صحیح است؟ JDBC. باید چی نوشته میکنین؟ درایور. درست است؟ حالا خودش درایور هم یک کلاس هست.
که در API چی موجود است؟ JDBC جاوا دیتابیس کانکتیویتی. چی میکنه؟ برای مای سیکول درایورها را چی میکنه؟ لود میکنه. درایورز کلاس های بلتین هستن. اینجا چی میکنین شما؟ دات نشته کنین، بعد از او ایرا ما انستنشیت میکنیم. با چی معنی؟ اینمی کلاسی که ما گفتیم با خاطر از برای از او یک مستقیم آبجکت هم میسازیم. نوشته میشه دات، درست است؟ باز ایرا انستنشیت میکنم، نیو انستنس، خلاص آخر سمیکالن. درست است؟ اینمی یک طریقه است از این روش ما میتونیم درایور را لود کنیم. لیکن پیش از او که را لود میکنین اول چی میکنین شما؟ لایبرری را اد میکنین در پروژه تان. از این اینمی کلاس دات فار نیم از این طریق ما میتونیم که درایور را لود کنیم. درایور ها چی؟ درایور مو کلاس های هستند، یعنی پروگرام هستند داخل لایبرری JDBC. یعنی چی کار اجرا میکنه؟ درایور پروگرام ها را لود میکنه که به خاطر کانکتیویتی از او استفاده میشه باز. درست است؟ این درایور ما لود کردیم، فعلا کانکشن نساختیم. یعنی این لاین شما حفظ کنید، این تغییر نمیشه. اگر دیتابیس تغییر نشد این تغییر نمیشه در مای سیکول. حالا چی میکنم؟ برای ما چی میگه؟ میگه unreported exception class not found exception must be caught or declared to be thrown. امکان داره در این درایور مشکل پیدا شه، این درایور صحیح لود شده نباشه، در کانکشن کدام مشکل پیدا شه. برتان چطور معلوم شه؟ ما خونه گفتیم که مشکل پیدا شد برای ما بگیر اون مشکل برای ما نشان بده. اگر مشکل نداره او را اجرا کو، خلاص. دو حالت داره. صحیح است؟ اکسپشن هندلینگ میگه را. چی میگه برش؟ اکسپشن هندلینگ. ما اکسپشن هندل میکنیم یا ارر هندلینگ میکنیم در اینجا. اگر کدام ارر آمد برای ما او را بگیره نشان بده، کچ کنه او را. چی میکنه؟ کچ میکنه، برای ما نشان میده که چی مشکل است. اگر نیست باز ترای کنه، کوشش کنه که اینمی را اجرا کنه کار. یعنی ما با این معنی اینجا ما اکسپشن هندلینگ داریم. اینمی کد شما باید چی بگیرین؟ ترای کچ بگیرین. ترای کچ چی هستن خواه؟ ترای اند کچ. دیستا؟ ترای اند کچ. این به خاطر اکسپشن هندلینگ استفاده میشه. یا که شما میگین اگر ارر آمد در درایور یا در کانکشن برای ما نشان بده. ترای با چی معنی؟ ترای کوشش کو این را اجرا کو اینمی کاره. اگر نشد بازو مین پایین نمیره چی میگم؟ کچ. کچ بازو کچ هیدر داره و بازو بادی کچ. اینه مطمئن. اینمی را ببینید در ترای گرفتم. ترای با چی معنی؟ ترای کوشش بکنه. کوشش کو اینمی را لود کو. بیشتر ارر میداد، آل میگه درست است. میگه آل صحیح شد که در ترای اینمی را گرفتی تو. چرا امکان داره در این مشکل پیدا شه برایتان نشان میده. خب ترای خو میکنه، اینمی را کانکت میکنه. دیگه ما کانکشن با وجود میاریم، زیاد کدا را نشته میکنم. ترای کو اینمی را اجرا کو. اگر نشد باز کچ کو. چی مشکل است؟ چرا کچ کو؟ اکسپشن کچ کو. نشته کنین اکسپشن EX. EX یک آبجکت است، اکسپشن یک کلاس است. یعنی EX در EX چیز اخیره میشه؟ کلاس اکسپشن چی کار اجرا میکنه؟ ارر ها را کچ میکنه، برای ما نشانم داده میتونه. لیکن در کجا ذخیره میکنه او را؟ خود آبجکت EX. ارر ها را، هر ارر که آمد ولی به خاطر ارر های بزرگ به طور مثال در کانکشن اگر ارر آمد، در درایور لود کردن ارر آمد، دیگر چیز ارر آمد براتون میگه. درست است؟ حالا ببینید شما اینجا بیاین امو AX اگر خواسته باشین پرینت هم براتون میکنه. اگر کدام مشکل پیدا شد ما میگیم system dot out dot println. داخل از او EX برای ما نشان بده. اگر ارر بود چی ارر است برای ما نشان بده. خب فعلا ما ارر نداریم، چک نکردیم که ارر داره نداره. خودکار آیا به شکل اتومات چیز میشه، خب پرینت میشه. دو وقت پرینت میشه وقتی کدام مشکل پیدا شد در درایور یا در کانکشن. خب ما مکمل کد نکردیم، صرف فی الحال چی کردیم؟ درایور را لود کردیم. در اول مرحله ما باید چی میکردیم؟ درایور را لود میکردیم. ببینید ما براتون گفته بودم اینجا اول باید درایور لود شه و لود که شد باز کانکشن به وجود میاد. عالی، درست است. عالی میم طرف کد ما کوشش میکنیم که درایور لود شده باشه. اگر درایور لود شد باز چی میشه؟ کانکشن به وجود میاریم. با خاطر کانکشن ما اینترفیسز داریم، یک کلاس های بلتن داریم با نام خود کانکشن. درست؟
و هر کلاس که است اگر از یک کلاس استفاده میکنیم برای چی میسازیم شما؟ آبجکت میسازیم. به نام کان ما یک آبجکت میسازیم. کان هر چیز بوده میتونه خواه کان. بخاطر کان نشته میشه که اول سه حروف اینمی کلاس کانکشن سی او ان است. بازو چی کنیم؟ آفرین. مساوی با چی باشه باید؟ نه این او کلاس نیست خواه. کلاس نیست که شما میسازید. یک کلاس است خو اینترفیس است در اصل. تایسته؟ نه این چیزا نداره خواه. این اینترفیسز هستن بخاطر اینترفیس بخاطر کانکشن از استفاده میشه. این کلاس های عادی نیستن. درست است؟ درست است؟ ما که آبجکت ساختیم در کان چیز ذخیره شده هیچ چیز. چرا ما کانکشن نداریم در اینجا. درست است؟ حال بخاطر کانکشن ما دیگر کلاس ها هم داریم به نام درایور منیجر. درایور ها را منیجر میکنن، منیج میکنن، مدیریت میکنن. دات باز یک دیگر متد است که کانکشن به وجود میاره. کدام است؟ get connection. نمی get connection شد. صحیح؟ چی میشه خواه؟ این متد برای ما میگه داخل سمیکالن میگه از طریق کلاس کانکشن که اینترفیس است این مکمل کانکشن به خود ذخیره کرده میتونه در آبجکت. از کجا میاریم؟ از طریق درایور منیجر، کلاس درایور منیجر و داخل از یک متد است به نام get connection. get به چی معنی؟ به دست آوردن. کانکشن به دست بیار. پس او را که آوردی ما مشخص نکردیم فعلا از کجا بیاره، کدام دیتابیس است، در کجا است. او را که به دست آوردی در کجا ذخیره میکنی؟ در کان. در کان ما مکمل کانکشن داریم ولی لیکن ما کانکشن نساختیم اینجا. اول مشکل در کجاست؟ میگه اینمی کانکشن کلاس ما پیدا نتونستم، ایره نشناختم چی است. از کجا آمده؟ اگر بلتن است اسکنر از کجا می آمد؟ java.util.scanner می آمد. امپورت میکنیم نه؟ این از کجا؟ این باید امپورت شود. از کجا آمده؟ حال ببینید شما ایرا میتونید که از طریق آلت انتر پرس کنین اینمی کلاس برتان نشان میده. اینمی از اینجا آمده. سوری از کجا آمده؟ از اینمی اینجا آمده. import for java.sql.connection از اینجا آمده. ایرا کلیک کنین بالا امپورت میشه. این حال شناخته شد. در کجا امپورت شده؟ بیان که ببینیم. پوی نشم دا به تز دکه چی پده اسکیل دارت آگه که ده پوی شوی؟ یعنی دغل دیگه ده دلتا اینم اینجاست. import java.sql.connection اینم اینجاست. آره ببینید داخل اسکیل ما یک کلاس نداریم، زیاد داریم. سیست؟ ما برش میگم کانکشن با وجود میاریم. اینمی کلاس ها اضافه کن. درایور منیجر از کجا آمده؟ اینمی درایور منیجر که شما استفاده میکنین در پایین. اینمی درایور منیجر. یا از کجا آمده؟ از اینمی پکیج آمده. اینمی است. جابشن پن باشه گرافیکی ما استفاده میکنیم از اینجا آمده. از javax.string.jobshenpan. اینجا javax نیست. java.sql.driver.manager. این ما نیاز نداریم دیلیت کنیم. آلی را شناخت. آلی کانکشن خالی است. چرا که کانکشن با کدام در کجا است؟ آلی ببینید ما دین روز گفته بودیم که سرور آنلاین هم بوده میتونه با لوکال هاست هم بوده میتونه. لوکال هاست با چی معنی؟ خود همین کامپیوتر که است سرور خودش است. اینجا سرور اینستال شده. چطور گفته میشه که خود اینمی سرور است؟ بین برزوی پرامیتر ما روان میکنیم با get connection. دبل کودشن هم بگیرین داخل برش میگم که در کجا است؟ در لوکال هاست است. صحیح لوکال هاست است. لیکن لوکال هاست خو است. لوکال هاست با کدام دیتابیس از کجا آمده؟ از کدام ای پی آی شما استفاده کردین؟ درست است؟ در کجا موجود است؟ اول ما چی نوشته کردیم در اینجا؟ از طریق JDBC آمده. نوشته میکنیم JDBC کالن MySQL. صحیح است؟ از طریق JDBC ما با MySQL کانکتیویتی را به وجود میاریم. درست است؟ در کجا است؟ در کجا اینستال شده؟ در لوکال هاست اینستال شده. لوکال هاست امده کامپیوتر پامده باندې کوم آنلاین نه زلته آی پی ولیکم.
اگر آنلاین باشه باز ما لوکال هاست نی بلکه چی نشته میکنم آی پی از اون نشته میکنم که نمی آی پی است با این کانکت میشم مستقیم میره. درست است. آل در لوکال هاست که است داخل لوکال هاست یک دیتابیس نام دیتابیس تان چی است؟ ببینید در مای سیکوال خو زیاد دیتابیس شاید باشه نه مارنینگ از بعد از زیاد هستم با کدام دیتابیس باید شما وصل شوید. حال فیلال ما ازی پیش نمیریم تا به نمیجه شما ایرا فهمیدید کلا مشکل خونه است چرا که آل در لوکال هاست ما دیتابیس کریت نکردیم نمیفهمید شما که دیتابیس چطور کریت میشه شما کار نکردید دیتابیس اول آل باید براتون دیتابیس کریت شود دیتابیس چی است تیبل چطور ساخته میشه ریکاردها چطور ذخیره میشه یوزرنیم پاسورد چطور است چطور از او استفاده شده میتونه خب ببینید حال خو یک کامپیوتر داریم ما درست است آفلاین است نه این یک سرور است در خود کامپیوتر اینستال شده اگر چندین باشد شما از آی پی استفاده میکنید مشکل نیست درست است از آی پی استفاده میکنید باز لوکال هاست نشته نمیشه حال اول خود دیتابیس چی است اینمی تغییر نمیشه ها اینمی چیزا نام دیتابیس شاید تغییر شه باز اینمی مهم است که دیتابیس باید شما بشناسید ببینید ما دیتابیس در کجا داریم دیتابیس به نام RDBMS مای سیکوال دی ما دیتابیس ساخته میتونیم آله دیتابیس که استیبل ها هستند یک ارگانیزیشن که است به شکل منظم دیتابیس میتونه که یعنی معلومات خود میتونه به شکل منظم ذخیره کنه در یک RDBMS یک دیتابیس اپلیکیشن درست است حالا مای سیکوال که است این باید اول اینستال شود تا که داخل زبا بتانیم که یک دیتابیس بسازیم داخل دیتابیس باز تیبل ها ساخته میشه اول چطور مای سیکوال اینستال کنیم این فری است از اینترنت میتونید شما این اینستال کنید درست خب ما به نام زم براتون گفته بودم که یک اپلیکیشن است شما او را چی کنین اینستال کنین از این طریق ما میتونیم که مای سیکوال هم استفاده کنیم داخل زم موجود است اینمی زم بسته ما زم به فعال اینستال کردیم نمی زم بسته در زم ببینید چی است PHP هم است مای سیکوال هم است اپاچی وب سرور هم است ما اپاچی را نیاز نداریم خب شاید داشته باشین اپاچی را اگر شما به شکل گرافیکی کار میکنید درست است حالا ببینید شما استارت کنین مای سیکوال استارت کنین باید استارت که شد حالا شما میتونین با دو طریق از دو روش مای سیکوال چی کنین استفاده کنین یک مای سیکوال که است یعنی RDBMS که است دیتابیس اپلیکیشن به نام مای سیکوال یک از طریق گرافیکال یوزر اینترفیس شما میتونید از استفاده کنید گرافیکال یوزر اینترفیس از این میتونید شما و دوم شما میتونید از CLI کار بگیرید CLI به معنای کماند لاین اینترفیس GUI and CLI GUI با چی معنی ببینید شما از طریق براوزر میتونید داخل شوین و مای سیکوال از طریق براوزر از طریق براوزر سافتویر است نه که یک وبسایت را باز میکنم ما میتونیم که از این طریق از براوزر ما داخل شویم به مای سیکوال به شکل گرافیکی درست است به شکل گرافیکی ما میتونیم در داخل شویم یاد داشته باشین اگر به شکل گرافیکی داخل میشین شما باید در زم انمی اپاچی وب سرور چی کنین شما استارت کنین و مای سیکوال هم استارت میکنین آل استاپ میشه این باید چی باشه استارت باشه هر دویشان باید استارت باشه چرا اپاچی از طریق وقتی که از طریق گرافیکی به شکل گرافیکی ما از مای سیکوال استفاده میکنیم اپاچی باید آن شود اینمی شکل گرافیکی که ساخته شده برای مای سیکوال این PHP ساخته شده این یک شکل وب به خود داره وبسایت داره بخاطر از اون ما در وب براوزر را باز میکنیم آره اپاچی این وب سرور هم که استارت شد مای سیکوال هم آن شد یعنی از طریق اپاچی به شکل گرافیکی ما از مای سیکوال استفاده کرده میتونیم حالا چطور باز کنیم ببینید مای سیکوال که از دیتابیس سیستم که است این در کجا اینستال شده در کدام کامپیوتر است در امی کامپیوتر است باید ما چی نشته کنیم خود امی کامپیوتر که به اشاره میکنیم لوکال هاست نشته میشه لوکال هاست در خود لوکال هاست در امی ماشین چی شده مای سیکوال اینستال شده باز سلش نوشته کنیم سلش یعنی پات باز در لوکال هاست چرا باز میکنی تو سلش یعنی ما چرا باز میکنم
PHP MyAdmin. یعنی PHP admin چی است؟ این به شکل گرافیکی در زبان PHP برای استفاده از مای سیکل به شکل گرافیکی دی ساخته شده، در PHP ساخته شده. یعنی اون مصفحه که به شکل گرافیکی ما از طریق ما میتونیم که از مای سیکل استفاده کنیم، اون مصفحه که به شکل گرافیکی ساخته شده در PHP ساخته شده. PHP MyAdmin یعنی نام یزوستا. این را شما انتر کنین، حالا میبینه که در لوکال هوست نمی است یا نیست. مای سیکل اینستال شده، یعنی لوکال هوست داخل شد. درست است؟ این به شکل گرافیکی است. این در مای سیکل ما داخل شده. یک، اگر یاد داشته باشین، اگر اینمی اپاچی استاپ باشه، درست است؟ حالا ببین چی میشه. حالا شما پس از سر انتر کنین، چی میگه؟ This site cannot be reached. شما به این دسترسی ندارین. چرا؟ local host refuse to connect. refuse کده، ممانعت میکنه، مخنیوه یک، reject connection starts to local host. چرا؟ اینمی اپاچی start نشده. اینمی مهم است. حالا بین از سر داخل هم انتر، حالا پیدا کرده. درست است؟ فهمیده شد؟ یک، نه شما میتونید باز اینجا بیاین بهتون میگه دیتابیسز. باید اینمی دیتابیسز بیشتر ساخته شدن. بعضی هستن که ما ساختیم، بعضی هستن که بلتن موجود هستند اینجا. درست؟ شما اگر خودتان میسازین یک دیتابیس، بالای نیو کلیک کنین یا بیاین در دیتابیس کلیک کنین، بهتون میگه دیتابیس نیم. چی است دیتابیس نیم؟ نام دیتابیس تان چی است؟ صحیح است؟ تو شما میگم که سکول است. بیشتر باید سکول نباشه اینجا. سکول MIS نشته میکنه. کوشش کنین با حروف کوچک نشته کنین. نه، دو دیتابیس څنګه ومني په اون څه ضرورت ته ورته سکول MIS. خب باید چی میگه اینمی UTF-MB4_general_CIE چی هسته؟ این به خاطر کودینگ سیستم است. یادتان است اسکی و یونیکود دو سیستم داریم ما، یونیکود و اسکی. در اسکی شما نمیتونید در دیتابیس هر زبان نوشته کنید، معلومات هر زبان. کدینگ سیستم هر زبان سپورت نمیکنه. اسکی کی بود. و یونیکود که است؟ یونیکود یونیورسال کد است. اگر شما رو انتخاب کنین UTF یک قسم میتونه که بخش چی است؟ یونیکود است. اگر رو انتخاب کنین شما میتونین جنرال CI است. هر نوع کد دایی نوشته کنین، هر نوع معلومات. درست؟ کرییت کلیک میکنم، کرییت میشه. حالا میگه داخل دیتابیس خود تیبل می باشه. نام تیبل چی است؟ کرییت تیبل. ما میگم یوزرز چند کالم داشته باشه؟ یک جدول، یک ID، یوزر نیم، پاسورد، سه تا باشه. امیر سه میسازم و گو شد، تیبل ساخته شد. اینمی کالم ها آمدن. میگه اول عنوان چی است؟ نیم یزو چیست؟ نام عنوان تان. ما برش میگم ID. درست است؟ ID. حالا چی میگه؟ تایپ. کدام نوع دیتا تایپ است؟ این هم دیتا تایپ ها داره. انتیجر شما میشناسین. ببین یک پیام آمد میگه a 4 byte integer signed unsigned تمام چیزها براتون نشان میده. پروگرامینگ اینمی فایده داره. اگر شما پروگرامینگ خوانین ایران میتونین بفهمید. وار چار بچه ما میگه a variable length 0 65535 حروف شما نشته کرده میتونین 65535 لنت یزو است. صحیح است؟ string است به خاطر ذخیره کردن string این نام ها. The effective maximum length is subject to the maximum row size. صحیح شما اینجا دیتا تایپ انتخاب میکنید. آره ID کدام نوع معلومات است؟ اگر تکس انتخاب کنید تکس هم براتون میگه. ببینید 65535 دی با هر نوع معلومات شاید شما نشته نتونید. نمیجا دیت است، دیت میتونید نمود یک دیت نشته کنید. نومریک عدد به خاطر عدد هستند. انت خداشن اینتیجر که 4 بایت بود. تینی اندم داریم. تینی بسیار کوچک 1 بایت اینتیجر از منفی 128 تا 127. نه یک عدد نه ذخیره نمیکنه. از منفی 128 تا مثبت 127 یا اگر صرف مثبت باشه ما چی میکنه؟ 0 تا 255 عدد ذخیره میکنه. تینی انت. اگر شما میگین که سیریال نمبر شاید از 100 بالا نمیره، از تینی انت استفاده کنید.
و چی میگه small int. خب اینا تشریح نمیکنم زیاد وقت میگیره. 2 byte integer است small int. و ایچ است medium ای 3 byte است. int 4 byte است. big int چند است 8 byte است. خود int 4 byte است. decimal چند است اینجا براتون میگه که decimal که استا decimal d is 30. دی شما میتونید که بار اشاری سی تا چرا نشته کنین عدد نشته کنین. فلوت هم براتون میگه و رنج هم براتون نشان میده. دبل هم نشان میده. ریل هم بخاطر چی است decimal است. بیت بولیان سیریال دیت تایم زیاد هستند اینجا. دیتابیس دیتابیس سیستم است. دیتابیس است. خب ما چرا انتخاب کنم small int خوب است نه small int. small int است که integer است. small صرف در سایز فرق داره خلاص. چند باید است 2 باید. نه خیر نمیتونست. این integer است. id است. id رو خب ما در اعداد نشته میکنم. medium int 3 باید است. هر کدوم که میگم آقا وارچار ده خو id ته څوک دانه نیسی ښه ته کېدای شي id ته په شکل اتومات وغواړي چې خپل راشي او د درې بیا خو وارچار نشي کولای. وارچار کې به تخپل لیکي په شکل اتومات بازنامه درست. ما میگم اینتیجر میگیرم خلاص شاید زیاد شه. اینتیجر لنت میگه ولیوز یا لنت چند رقمی عدد سپورت میکنه. در اینجا 11 به شکل دیفالت میه 11 تا 11 رقمی. ما بهش میگم 5 رقمی بیا از این آیدی بالا نمیره 5 رقمی. صحیح است. اگر هیچ نشته نکنین مشکل نیست. 11 است دیفالت. صحیح است. باز میگه دیفالت بچه من کدام قیمت داره به شکل دیفالت پیش از پیش کدام قیمت داره نداره. بازو بیاین در اینجا خب چیزایی که مهم هستن او را ما میبینیم ما پیش میریم. خواه نل آیا نل باشه خالی بمانه آیدی باید نمانه. در دیتابیس هیچ وقت آیدی باید نل نمانه. درست است. در اینجا این نمی بسیار مهم است. AI با چه مانا؟ آتو انکریمنت و شکل اتومات یک دوسری اضافه میشه. آتو انکریمنت که شد آتو انکریمنت نه خالی بوده میتونه نه دوپلیکیت بوده میتونه. ایره باز انتخاب میدیم. ایره انتخاب کنیم ببینیم چی میشه. خواه این اینجا نشته شده خودش پرایمری کی میخواد اینجا این انتخاب میشه. خواه ببینین حالی اینو تک مارک کنین میگه پرایمری چی است؟ کی هستن کی پرایمری کی فارن کی کندیدیت کی زیاد کی داریم. وجه بسید که نوشته است نل اندکس استاد پوره که تک مارک کنیم باز نل نمیمانه. این نیاز نیست بایی پرایمری کی که شد نل بوده نمیتونه. آتو انکریمنت که شد پرایمری کی میشه. پرایمری کی چی داره اجازه نمیتونه خالی بوده نمیتونه دوپلیکیت بوده نمیتونه و با خاطر ریلیشنشیپ هم از استفاده میشه. فکر کنین دو تیبل دارین یک استودنت یک تیچر یا سبجکت. وقتی که استودنت و سبجکت یک جامعه کنین لینک میتین بین دو تیبل ها باید هر دویشان یک آیدی باشه یک معلومات یک کالم باشه معلومات باشه که پرایمری کی داشته باشه. بدون پرایمری کی ریلیشنشیپ جور شده نمیتونه. پرایمری کی یک دوپلیکیت قیمت اجازه نمیده که یک دفعه 5 آیدی شد بازم 5 نشته کنین نمیشه. یک دوپلیکیت شده نمیتونه خالی بوده نمیتونه 1 2 3 5 4 شما نمیتونه که خالی نبوده و به خاطر ریلیشنشیپ بین تیبل ها ارتباط بین تیبل ها از استفاده میشه. وقتی که اتو اینکریمنت شد به این معنی که پرایمری کی باشه باید. پرایمری کی یا کی ده ها کانستنت ده کی ده یا قانون ده یا رقم ده چې په کالم باندې ولګيږي هغه کالم کې معلومات ډوپلیکیټ هم نشي راتللی دو ځله یو آیډي دو ځله نشي لیکلی خالی نشي پرېښودلی او ریلیشنشیپ جوړولو لپاره بیا دین استفاده کیږي. این هم شده. باز چی نشته میکنم یوزر نیم. این چی باشه یوزر نیم انتیجر باشه. اگر تکس باشه شاید تمام رقم حروف بدهی نشته نتانیم. ما وارچار رو میگیریم ویریبل کاراکتر. چی است؟ ویریبل کاراکتر. این دیتای پیست دهی شما هر نوع معلومات نشته کده میتون ده هر زبان ده هر زبان دهی میتون شما. صحیح است؟ و باید از لنت هم میتون. ما همیشه میتونم 60 64 65 70 هر چیز که خواستیم 60 حروف باید نشته کنم. 60 حروف زیاد نمیشه دیگه. زیاد از خود اینجا 2 بایت سیستم هم هست ها یونیکود هستن. اگر شما 30 میگین باید 60 بگیر. بسید این واقع فرق نمیکنه یا اثر گرفتی یا ده گرفتی که فرق نمیکنه بالکل. خب ببینید یوزر نیم شاید
از 10-20 بالا بره گوش کن 60 درست است دلتان دیگه هر چیز که میگیم به شکل دیفالت کدام قیمت نداره درست است باز اینجا میایم ای باید نل باشه نباشه نه نل باید نباشه باشه نباشه نباشه درست است و ای اتو اینکریمنت خوب بوده نمیتونه باید یک نفر یوزرنیم داشته باشه اینطور نیست که یک نفر پسورد داره یوزرنیم نداره درست بازو ای اتو اینکریمنت شده میتونه به شکل اتومات یوزرنیم اضافه شود چی معلوم بره ازو که چی نام نشته میکنید باید نباشه بازو نشته میکنم پسورد پسورد باید چی باشه وارچار باشه ABC @ 1 2 3 وارچار باشه خب وارچار هر چیز میگیره هر نوع معلومات رو به شکل استرینگ میگیره اعداد هم نشته میکنیم به شکل استرینگ میگیره صحیح است بازو سایز رو نشته کنین 60 نل بوده میتونه نه باید نباشه صحیح است و اتو اینکریمنت هم بوده نمیتونه بس سه کالم شدن پایین بین سیو کلیک میکنم تیبل ساخته شد استراکچر ازو ساختار یک تیبل ما ساختیم ببین چی میگه ها شما در کدام دیتابیس هستین سکول ام آی اس هستین داخل ازو یک تیبل است به نام یوزرز داخل یوزرز اینمی کالم ها هستن اینمی چند تا هستن نمبر تعداد نشان میده 1 2 3 عنوان هستن یک به نام آی دی یک به نام یوزرنیم یک به نام پسورد آی دی که است تایپ ازو چی است اینتیجر است به شکل دیفالت 11 سایز داره سایز چیست 11 اعداد میگیره درست باید چی میگه نل نو نل بودن باید نل نباشه درست است و چی میگه دیفالت کدام قیمت نداره کمیت هم نداره اکسترا چی داره اتو اینکریمنت است آیدی به شکل اتومات 1 2 3 نوشته میشه شما باید نوشته نکنید درست است باز میگه یوزرنیم وارچار است 60 لنت از یو تی اف است کدام کدینگ سیستم استفاده میکنه یو تی اف جنرال سی آی یا یو تی اف است وارچار 60 پاسورد اینو متو چیز است چی خصوصیات نه یک چی کنیم یوزرنیم داره پاسورد داره چی نام پدر داره زیاد چیزا داره که زیاد است خب کم آیدی شد نمیشه شما درست میگین اگر ما یک یوزر میگیم شاید فادر نیم داشته باشه دیت اف برت ادرس ایمیل داشته باشه نه خیر ببینید این به خاطر لاگین است شما که در فیسبوک لاگین میشین دو چیز ازش پیشتان برسان میکنه یک یوزرنیم و پسورد آیدی هم نمیکنه آیدی می باشه خب آیدی را ما در اونجا اضافه نمیکنیم او به شکل اتومات می پیش میره تعداد یوزرها را برای ما نشان چی چند تا هستن چند تا لاگین میشن درست یک پیش از این باید چی ساخته شود ساین اپ باید ساخته شود بار اول که یک یوزر خود راجستر میکنه اونجا باید زیاد چیزا می باشه نمی تیبل کسی داخل شده میتونه که راجستر شده باشه یک دیگر تیبل پورا باز ما به نام رجستریشن یا ساین اپ نامگذاری میکنیم تیبل اونجا اول شما راجستر شوید name date of birth father name and so on چهار چیز هستن از اون تیبل باز ما دو چیزا را میگیریم یک یوزر نیم و یک پاسورد اینجا پاسورد نمیتونه داده میتونه کجا کدام میتونه مشکل نیست او گپ جدا است اپدیت او را اپدیت ما میگیم یا ادیت میگیم درست است فعلا ما صرف تیبل ساختیم خلاص حالا اگر خواسته باشین این معلومات ذخیره کنین بین در کجا در اینسرت امو تیبل انتخاب شد تیبل یوزرز اینسرت تا کلیک کنین به شکل گرافیکی نشته کنین اینجا چی باشه ایره هیچ چیز نشته نکنین چرا به شکل اتومات است در اینجا باید چی باشه نیم اینجا نشته کنین به طور مثال ما میگم احمد یک @gmail.com پاسورد چی باشه باید ABC 1 2 3 ریکارد بعدی باز میگه چی باشه اتو اینکریمنت است اینمی است عمران @gmail.com درست پاسورد چی باشه 1 2 3 4 5 اگر دیگر ریکاردها را میخواستین درست است شما چی میکنید را اضافه میکنید خب حالا چی میگم برش گو درست است گو کلیک میکنم دو ریکاردها اضافه شدن اینمی کیوری ساخته شد اینمی کیوری است از طریق SQL اگر شما خواسته باشین به این شکل معلومات اضافه میکنید خب کیوری برای ما نشان میده حالا ما میگم براوز که معلومات ببینیم که چند معلومات هستند اینجا آمده اینمی است میگه آیدی اول و دو تا هستند آیدی به شکل اتومات آمده 1 2 یک یوزرنیم چی است احمد 1 جیمیل عمران جیمیل پاسورد زو ABC 1 2 3 و پاسورد زو 1 2 3 4 5 حساب برازی
تایم لیمیتی هم باشه. تایم لیمیتی چطور تایم لیمیت؟ مثلا وقتش پورا شود دلیت شد. ببینید شما یک موضوع را میگین که شاید 1 سال بعد بخوانید. درست است؟ ما فی الحال اونجا نرفتیم، هیچ فانکشنالیتی را کار نمیکنیم. We are working in database, clear? And you are gonna familiar with database. صحیح است؟ شما فی الحال اینترفیس هم میخوانید خلاص. پس آن باز فانکشنالیتی رو بالای زو از طریق جاوا اجرا میکنید. That's it. و شما جاوا را میخواندید، اساسات را میفهمید شما. این می گرافیک بود and I hate this. هیچ خوشم نمیآمد. نه. این می گرافیک کلیک کو تیبل بساز خوب نیست. با شکل کمال لاین بسیار خوب است. خب ما نمیگم دل خودتان است. صحیح است؟ هیچ به شکل گرافیکی نباشه ای. میره بسته میکنیم. درست است؟ از طریق کمال لاین این CLI چطور کنیم؟ از طریق CLI به این معنا که از طریق دا CMD نوشته کنین این اینجا. ما برش میگم داخل شده MySQL -u root ایچی است خواهد -u root یوزرنیمش است. بین امیر پس برایتان باز کنم که یوزرنیم برایتان نشان بدم. PHP MyAdmin. این اینجا بین شما یوزر اکاونتس کلیک کنین. خود اینمی دیتابیس که داخل میشین نمای سیکوال یوزرنیم پاسوردهای مختلف داره. خواه این یوزرنیم پاسورد یه چیز نیست دیگه، چیز همون دیتابیس سیستم است که اینجا شما داخل میشین با کدام یوزرنیم پاسورد هستین. اینجا ببینین زیاد هستن، درست؟ اینمی میبینین any person PMA root اینمی روت است. اینمی است. چی میگه خواه؟ میگه روت یوزرنیم از اوسته، درست؟ و آی پی نمی آی پی داره. و چی میگه باید پاسورد؟ نو پاسورد، ما پاسورد نداریم. از طریق CLI که داخل میشین باز واضح میشه برایتان. میگه MySQL dash space underscore dash user root است. فهمیدین؟ این یوزرنیم ما چی است؟ روت است. فاصله میدین داش نشته میکنین باز داش پی به معنی پاسورد چی دارین؟ پاسورد انتر کنین و تا میگه انتر پاسورد. ما پاسورد داشتیم انتر کنین داخل شدین در DB دیتابیس. کلیر؟ اینجا آله پیشتر ما کلیک میکردیم که دیتابیسز برای ما نشان داده شد. اینمی دیتابیسز هستن. اینمو تو چطور اینمی دیتابیسز نشان بدم از طریق CLI نوشته میکنین آله شو دیتابیسز انتر لیست شامل. درست است؟ اینمی آمد اینجا. حالا که شما بالا یک دیتابیس انتخاب میکنین کلیک میکنین اینجا کلیک شد اینمی کلیک شد. اونجا چطور انتخاب میکنین؟ اینو ما میگیم selecting database. اینمی اینجا بیاین چطور سلکت کنیم، یعنی انتخاب کنیم از کدام دیتابیس استفاده میکنین. استفاده را چی میگه؟ استفاده use نام دیتابیس تان چی است؟ school MIS نشته کنین use school MIS سمیکالن انتر. اشتباه شد نه؟ باید نشته میکنم use school MIS دبل ال آمده نه؟ او هم اشتباه است. سمیکالن انتر. آره چی میگه؟ میگه دیتابیس changed. شما دیگر دیتابیس داخل شدین، شاید پیشتر دیگر دیتابیس داخل شده باشین. این میشد. باز وقتی که دیتابیس کلیک میکنم داخل تیبل ها میباشه، بالا تیبل کلیک میکنم اینو تو. اینجا برش چی میگم؟ show tables سمیکالن انتر. تعداد تیبل ها براتون نشان میده. یک یوزر است. اگه شما تیبل کلیک میکنین چطور میکنین؟ کلیک شد آل براوز میکنین که براوز میکنین نمی ریکارد براتون نشان میده. اونجا چطور ریکارد را نشان بده؟ از طریق SQL. اینمی زبان SQL است. نمی کماند که ما نشته میکنیم استیتمنت نشته میکنیم SQL Structured Query Language یک استاندارد زبان است، زبان دیتابیس است. از طریق SQL ما میتونیم با دیتابیس کمیونیکیشن کنیم، اکسس کنیم، مانیپولیت کنیم. بین نشته کنیم select. اول ببینید ساختار زورا ببینیم بین از یوزر کدام ساختار داره. اینمو تو که ما می آمدیم یادتان است. اینمی استراکچر چی داره، کدام دیتا تایپ داره، صحیح است؟ لنت از چیست، برای کی داره نداره. اینمی رو چطور پیدا کنیم؟ استراکچر چطور نشان بدیم؟ show columns from
شو کو نشان بده کالمز کالم ها را فرام از کجا از تیبل یوزرز سمیکولن انتر اینمی آمد. میگه فیل به معنی عنوان است. چند عنوان داریم؟ آیدی، یوزرنیم، پاسورد. تایپ کدام نوع معلومات ذخیره میکنه؟ اینتیجر 11 عددی را، وارچار 60 وارچار 60 نل بوده میتونه؟ نو، باید نل نباشه. اگر وقتی که معلومات اضافه میکنیم باید نل نباشه. کی داره؟ یعنی پرایمری کی، فارن کی داره؟ کی داره؟ پرایمری، پی آر آی پرایمری. کدام داره؟ آیدی داره. باید زود دیفالت نل است. کدام قیمت پیشفرض نداره، به شکل دیفالت نداره. اکسترا اتو انکریمنت است. کدام؟ اینمی آیدی اتو انکریمنت است، بخاطر از اون پرایمری کی است. وقتی که ساختار را دیدین براوز کنین، معلومات را براتون نشان میده. از طریق اسکیل چطور میکنیم؟ سلکت انتخاب کو استریک تمام مکمل ریکارد ها را، انتایر ریکاردز تمام ریکارد ها را سلکت کو استریک تمام ریکارد ها را. فرام از کجا؟ از نام تیبل چی است؟ اسکول خود دیتابیس بود، داخل از یک تیبل بود. اینمی تیبل که شو کردیم، شو تیبلز. کدام تیبل است؟ نام تیبل ما چیست؟ نام تیبل ما چیست؟ نام یوزر است، یوزرز. نام دیتابیس تان بود یوز اسکول ما است، داخل از شو تیبل آمد، اینمی یوزر است. ساخته یوزر دیدین، شو کالمز فرام یوزرز. چند دفعه نشته کردیم ما. سلکت دایرکت فرام یوزرز سمیکولن انتر. اینمی ریکارد را براتون کشید. آیدی 1 2 یوزرنیم اینمی 2 هستند، پاسورد 2 است. از طریق کماند یعنی اسکیل شما کار میکنین. این بسیار مهم است. شما در جاوا که کار میکنین اینطور نیست که اینجا گرافیکی کار شد خلاص کپ. نه، از طریق فرندین چطور کار شوه، پشت سر بتن چطور کیوری نوشته شوه، اینم تو باید داخل جاوا شما کیوری ها را نوشته میکنین. باز ببین آره فهمیدین شما. اول درایور لود میشه، درایور که لود شد ترای کچ میگیریم. اگر کدام مشکل پیدا شد در درایور در کانکشن برای ما نشان میده، در ایکس ذخیره میشه، ایکس برای ما پرینت میکنه. یک اول درایور لود شد، درایور که لود شد لایبرری اد کردیم، درایور لود شده. آره کانکشن ساختیم، کانکشن یک ابجکت است. از طریق کلاس درایور منیجر دات گت کانکشن به وجود میاریم. آره نام دیتابیس تان معلوم است که چیست؟ اسکول ام آی اس. داخل لوکال هوست با چی است؟ با نام اسکول ام آی اس. درست؟ باید زوم کاما یوزرنیم از چی بود؟ کاما دبل کوتیشن چی بود؟ روت. بشک دیفالت است. نه بازو کاما دبل کوتیشن پاسورد نداشتیم، بس خالی باشه، لیکن باشه اینمی ضرور است. درست است؟ پاسورد نداره. اینی ببینین از طریق JDBC به مای سیکوئل که در لوکال هوست اینستال شده، در اونجا یک اسکول ام آی اس است به نام اسکول ام آی اس دیتابیس است. یوزرنیم از روت و پاسورد نداره. اینمی کانکشن شد. این مکمل که وقتی که رن شد این تمام یک کار اجرا میکنه، کانکشن به وجود میاره، جنریت میشه، ذخیره میشه. دکان مکمل کانکشن آمد. آره پس آن باز مرحله سیوم ما چی میکنیم؟ کرییت استیتمنت میگم برش. یادتان است کانکشن کرییت استیتمنت با کی روان میکنم؟ با خود امی کان. برای کان میگم که برای یک استیتمنت روان میکنم. برای دیتابیس چی کار کنم؟ استیتمنت برش روان میکنم. صحیح است؟ I think it's enough for today.